درود دوستان عزیز، این نشری برنامه ترانسفر در عمل رو با فراگیری گزارش‌های ترانسفری فوتبال وطن شروع میکنیم، زیرا که سر از 1 ایول در فوتبال تاجیکستان هم روزانه تابستانه ترانسفری رسما گشوده شد. گپ اولی وابسته به گزارش‌های ترانسفری با اشتراک فوتبال بازان تاجیک هم آن است که دفاعگری باشگاه برقچی رحمتشاه رحمتزاده پای به جانب فوتبال آسیای جنوبی شرقی نهاد. رحمتزاده با دسته لیگ عالی اندونزیا با نام پسیم یاگانکارتا قرارداد همکاری را به امضا رسانید و اکنون میتواند زور و توان خویش را در آن چمپیونات نزد ساحلی نشان دهد. باشد که این گزارش نوبتی کوتاه مدت و 6 ماه نباشد و رحمتشاه هم مثل رستم یتیموف و پرویز جان عمربایف نشان دهد که فوتبال بازان تاجیک در لیگ‌های خارجی زیاد ایستاده میتواند. یک ترانسفر دیگری که با اشتراک بازیگری تاجیک در خارج از صورت گرفت، این عوض‌کنی نوبتی دسته از جانب علیشیر رحیموف در کشور بلاروسیا می باشد. رحیموف نفر است که زیاد در مدیا لیگ روسیه بازی کرده و یک زمان در روشن هم پیدا شد، ولی به ناگهانی از کلوب آرنا راه سمت خارج پیش گرفت. تez عوض‌شوی دستای علیشیر رحیموف در لیگ بلاروس هم آن را به یاد می‌آورد که کامران تورسونوف یک زمان به بهانه فوتبال کل منطقه‌های هندوستان را گشته بود. خلاص که دستای نوبتی رحیموف در بلاروسیا تیم نفتن است که آنجا نمیدانیم علیشیر چقدر می‌ایستد، زیرا آن تیم عوض‌کنی‌های رحیموف در بلاروسیا در زبان لهجوی خود جوراب عوض‌کنی‌ها را به یاد می‌آورد. اگر دیگر باره به کارهای سودایی داخلی فوتبال وطن برگردیم، جهانگیر ارگاشیف ریگار تاداز را ترک نموده با احتمالیت زیاد به صف خوجند برمیگردد. چطور دسته شهری ترسونزاده علاقه خبر داد با سبب اویلوی جهانگیر ارگاشیف در موافقه با ریگار تاداز قرارداد همکاری را پیش از انجام آن قطع کرد. ولی این مسئله اویلوی خانه‌دارشوی باشد یا یگان نوگانی اویلوی دیگر، این را البته که از صحیفه‌های مختلف شبکه‌های اجتماعی هم میتوان پی برد. ارگاشیف در صف دسته شهری ترسونزاده نوابسته از آنی که گویا پولی زور میگرفت تنها یک مرتبه از هیئت اساسی به میدان آمد و دیگر با علت‌های گاه شکم درد و گاه یک درد دیگر ما او را کم در کم در میدان می‌دیدیم. ولی گپی دیگر این است که زمان جهانگیر ارگاشیف در یک مدت کوتاه دسته ریگا را یک طرف گذاشت. با تکیه به معلومات‌های اخیر و بدون افشای سرچشمه باید علاوه نمود که یک باره 3 بازیگر دسته روشن می‌خواهند به صف ریگار تاداز همراه شوند. در این رویخط بازیگرانی چون جمشید مکسوموف، عزیزبک حییتوف و حتی دروازه‌بان یوگنی گریتسنکو نام برده می‌شوند. این طایفه بازیگران گویا که زیاد می‌خواهند به صف دسته از شهر ترسونزاده همراه شوند، ولی تا حال رهبریت دسته کلوب آرنا نمی‌خواهد آنها را جواب دهد. نمی‌دانم این بازیگران را در کلوب آرنا چی نمی‌رسد، ولی آنی که ریگار تاداز امسال در لیگ چمپیون‌های دوم آسیا برآمد می‌کند البته که انگیزه خاص است تا آنها خود را دیگر باره در آسیا هم نشان دهند. از مهمترین تغییرات کادری فوتبال تاجیک باشد آن است که چند پیش رستم خوجایف از مقام سرمربیگی خوجند برکنار کرده شد و الکی گفته می شود که عوض کننده او را از خارج می آورند. نفری که با تیم خوجند 3 مرتبه مدال نقره لیگ عالی، 2 مرتبه دارنده جام تاجیکستان شده بود و بار نخست در تاریخ این تیم در دور پلی آف جام AFC 2022 اشتراک کرده است. یک باره در نیمه راه موسم از کار بیکار کرده می شود و چطور علاقه خبرها می رسند عوض کننده رستم خوجایف در صف اول دسته از ساحل دریای سیر الکساندر کرستینین می شود. این مربی اصلا در تیم های سوپرلیگ ازبکستان و چمپیونات قرقیزستان و منتخب آن کار کرده و در منطقه آسیای مرکزی یکی از مربیان شناخته نام برده می شود. خلاص که با آمدن الکساندر کرستینین به خوجند مربیگی 3 ابردسته وطنی از شمال و جنوب و مرکز بر دوش متخصصان روسیایی می افتد. ایگور چریفچنکو در استقلال، دیمیتری چریشف در روشن و الکساندر کرستینین در خوجند اکنون باید که رقابت در پیراهه قهرمانی را شدیدتر کنند. از جانب دیگر گپ این است که زمان فوتبال پیشرفته اروپا
کیمکای به خدمترسانی‌های متخصصان فوتبال روسی هیچ نیازی ندارد. ما نو به دعوتگونی گروهی این طایفه مربیان شروع میکنیم. پس اگر که مربیان فوتبال تاجیک اینقدر زور باشند و نسبت این مربیان خارج شبهه دارند، پس آنها نیز رفته در فوتبال های همسایه کشور مربی شوند و زور و توان خویش را دیگر باره بالا کنند. باشگاه انگلیسی برایتون در مسیر سالیان زیاد برای ابردسته‌های انگلیسی چون دسته تیار کننده استعدادها برای ابردسته‌ها و یا خود به اصطلاح بین‌المللی به فارم کلوب تبدیل یافته است. لیورپول هم از برایتون سالیان اخیر استعدادها را زیاد به تیم جلب نموده و چلسی باشد بعد آوردن مویسس کایسدو، مارکو کورلیا و روبرت سانچز باز یک ارتباط بزرگی ترانسفری در همکاری با برایتون انجام داد. این مورد نفری خریداری شده از برایتون برای چلسی ژائو پدرو گردید که بر عوض 60 میلیون پوند شامل دسته اشراف زادگان شد. شرطنامه کاری با حمله‌آوری 23 ساله باشد تا سال 2033 را تشکیل داده و انسو مارسکا میتواند از چنین کمک‌های تابستانه مالکان آمریکایی به تیم سخت خرسندی کند. موسم قبلی ژائو پدرو در پرمیر لیگ انگلیا 27 بازی گذرانیده و مؤلف 10 گل هم شده است. ولی از جانب دیگر با وجود داشتن یک قطار حمله‌آوران مگر که چلسی باز به چنین جوانان هم نیاز بزرگ داشته باشد. یک کار بزرگ بازاری را در فوتبال انگلیا همچنین باشگاه بیارلی انجام داد که از تیم ریمی لاتسیو لوم شاون را بر عوض 12 میلیون پوند خریداری کرد. این بازیگر در صف منتخب فرانسه در یوروی جوانان چند پیش میدانداری میکرد و اکنون در 21 سالگی میتواند در بهترین لیگ فوتبالی دنیایی از خود سر و صداها بلند نماید. موسم قبلی شاون در صف لاتسیو 37 بازی در همه مسابقه ها گذرانیده اصلا از کرسی احتیاطی به میدان می آمد. بر زمین او توانست 2 گل و 1 ارسال گلی به نامش نوشته کند و باز بر عوض 12 میلیون دیگر راه جانب بهترین مسابقه باشگاهی دنیایی هم پیش گرفت. انگلیس ها البته که پول در فوتبال زیاد دارند از برای هر نفر در کرسی احتیاطی می نشستگی ها 10 میلیون و 12 میلیون به چپ و راست ارسال نمودن می گیرند. دسته دیگری نوآمده به پرمیر لیگ انگلیا با نام ساندرلند هم و مثال آن که مثل لستر سیتی بازگشت شرمنده‌وار به لیگ اساسی نداشته باشد اخیراً سراسیمه‌وار به بازار برآمد. از ساندرلند رفتن استعداد با نسبی بلینگهم البته که تاثیری بزرگ بخشید، ولی پولی که این تیم از برای دادن جود به دست آورد برایشان در بازار الکی در کار شده است. دسته ساندرلند الکی بر عوض پولی برایش رکوردی 35.5 میلیون یورو نیم هویگری 21 ساله استراسبور حبیب دیاره را خریداری نمود. با بازیگری جوان دسته نوکاری پرمیر لیگ انگلیا شرطنامه 5 ساله بسته موسم قبلی حبیب دیاره 30 بازی در لیگ یکم گذرانید و 4 گل و 5 پاس گلی هم با آمار گرفت. ولی از همه مهم اگر حبیب دیاره در این ورزش خودی مثل حبیب داغستانی از خود ننگ و نام بلند کند انیق برای ساندرلند در پرمیر لیگ انگلیا به فایده کار خواهد بود. قهرمان فعلی انگلیا در سیمای لیورپول باشد بعد از اینکه این تابستان گرانترین ترانسفر فوتبالی را در تاریخ پرمیر لیگ انگلیا انجام داد و فقط در بازار با بایر آلمانی سر و کار گرفت اخیراً قرار برآورد که از تیم خود هم کسی را به جانب آلمان روان نماید. این نفری نسبتا نالازم و از نگاه ارتباط دو جانبه مهم هم جارل کوانسا گردید که بر عوض 30.5 میلیون پوند به لیورکوزن فروخته شد. دفاعگری کناری 22 ساله که موسم قبلی در صف لیورپول 25 بازی گذرانید و در عموم 58 رقابت در تیم اساسی دارد اخیراً آینده سازی را در مملکت آلمان برپا میکند. کی میداند ممکن یگان سال پس باز خود لیورپول نفر خودی را بر عوض پول‌های گران تواند که دیگر باره شامل دسته پرنده آتشی نموده باشد. یک کار دیگری بازاری وابسته به فوتبال انگلیا آن است که استون ویلا عاید رفتن بازیگران زمستانی خویش اعلان نمود. ویلان ها بعد از آنکه در آخر موسم آمده با قول همه چی را جزیر کردند
اخیراً سراسیمه‌وار اعلام کردند که نفران شورتیار چون مارکوس رشفورد، مارکو اسنسیو و اکسل دیساسی بعد اجاره نیم ساله از دست رفتند. بیرمینگمی ها همچنین خبر دادند که با رفتن دروازه‌بان شوئدی رابین اولسن و دفاعگر کورتنی خوز دیگر یگان نفری نالازم در صف ویلن ها سری مربی اسپانی را گرنگ نمی‌کند. خلاصه گپ این که استون ویلا هنوز در بازار وقت زیاد دارد تا که برای موسم نوین چهره‌های جدید را شامل ویلا پارک نماید. در فوتبال اسپانیا هر ساله یکی از دستای فعال بازاری اتلتیکو مادرید است که نوبت نیز خود را در بازار نشان داد. دسته سیمیون اول در مورد رفتن رینیلدو مانداوا و سسر اسپلیکویتا اعلان نمود و بعد آن که ماندن بازیگران 31 ساله و 36 ساله را در صف خویش نخواست، باز هم در مورد خریداری بازیگری دیگر هم صدا بلند کرد. این نفر هم ماتئو روجری است که برای عوض 17.3 میلیون یورو از اتلانتا آمده با جانب مادریدی شرطنامه 5 ساله بست. روجری موسم قبل 30 بازی در سری آ گذرانیده بعد ارسال 3 پرتافت گلی اکنون بازیگری 22 ساله تحت رهبری سیمیونه باید که از خود بیشتر نشان دهد. در ایتالیا اصلا میلان بعد از اینکه مودریچ آورد و باز زینچنکو را آورده نیست، الکی اعلان کرده است که حمله‌ور انگلیس تمی ابراهام و گلزن سربی لوکا یوویچ دیگر از بازیگران این تیم حسابیده نمی‌شوند. با یوویچ اگر دیگر شرطنامه را تمدید نکردند، ابراهام را باشد بعد انجام مهلت اجاره از روما برایشان ضرور هم نشماریدند. تمی ابراهام باشد در آمدی گپ فرصت پیدا نمود که پیشنهاد منفعت بخش زینیت پتربورگ را رد نماید و به صف بشکتاش ترکیه پیوست. از این پس این حمله‌ور انگلیس زیر رهبری اوله گونر سولشر در سوپرلیگ ترکیه تلاش بر آن می‌نماید که در راه قهرمانی با فنربخچه ژازه و گالاتاسرای همیشه قهرمان دست به گریبان شود. از فرانسه باشد بعد از اینکه لیون را از برای آن قرضداری ها به لیگ دوم فراوردند، الکی نفران اساسی گریزان شدند. مثلا یکی از حمله‌وران صاحب نام الکساندر لاکازت به صف نئام پیوست. این تیم سعودی است که موسم قبلی به دیویزیون اولی عربستان سعودی برآمد و الکی در بازار خریداری‌های خود را هم سر کرد. همین طریق حمله‌ور 34 ساله فرانسوی که دستپرور خود لیون است بعد 391 بازی 201 گل و 55 ارسال گلی در چنین وضعیت بورانی دسته دوست داشتنی را بر عوض شرایط‌های نقض پولی در زمین عربی خپودم یک طرف می‌گذارد. انا این را میگویند در فوتبال جاری انتی وفاداری که یک زمان مسی بزرگ نسبت بارسلونا روا دانسته بود. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنزیت و پولدار باشید.